بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. علیه پرافشان کنندگان پرچم دولت اسلامی در تاجیکستان حکم صادر شد. شهروند تاجیکستان در قرقیزستان با اتهام قاچاق 19 تن آلومینی بازداشت شد. یک گروه نشجلا با شمول شهروندان تاجیکستان در مسکو بازداشت شدند. فیلیال‌های بیشمار بانک‌های تاجیکستان به جای دکان‌های صرافی. بینای مصادره شده از زید سعیدов به شمار کمیته رشد محل تبدیل شد. دادگاه ولایت ختلان حکم خود در نسبت 13 ساکن نورک را که برای پرافشان کردن پرچم گروه دولت اسلامی در درآمدگاه این شهر متهم شدند صادر کرد و آنها را متناسباً از 10 تا 25 سال روانه زندان نمود. از روی گفت سیفالدین پور محمدزاده دادرس پرونده همه محکوم شدگان بدون یگان فشار و یا زورآوری به گناهشان اقرار شدند. آنها با سپارش یکی از اون فعال اکستریمیستی گروه تشکیلات اکستریمیستی فرودگرایی یونس با سپارش آنها باید در شهر نورک 40 بیرق دولت اسلامی شام و عراق را آویزان میکردند. لیکن آنها با واسطه علاقه برآمده جواب دادند که چنین امکانیت را 40 عدد را ندارند، 20 میتوانند. لیکن آنها برای 20 عدد بیرق از بازار متریال گرفته آماده کرده باشند، 4 عدد بیرق را پرچم همون دولت اسلامی شام و عراق را در 4 جای سر آدم یا که جای نمایان شهر نورک آویزان کردند و مقصد آنها برپا کردن دولت اسلامی در جمهوری تاجیکستان. در کوپروک چشمه آویزان کردگی در نزد کوخ فرهنگی شهر نورک و در نزدیک اداره کمونالی و منزلی شهر نورک و ترمینال مسافرکشانی که جای سرودن می‌باشد. در وقتی تفتیش پیشکی باید با پورگی همه عملیات ها با کدام واتساپ سامانه برآمدن با سپارشی که اجرا کردن از کدام مغازه متریال خریدن و رنگ خریدن در کجا تیار کردن همین حروف های عربی لا اله الا الله الله اکبر رو در پرچم ثبت نوشتجات کردن و کردن همشه با پورگی نشان دادگیان و اینجا از نظر گذرانده شده پروتکل ترتیب داده شده. غلام بابای وکیل دفاع 4 تن از این محکوم شدگان نیز دیروز 18 فوریه به رادیو آزادی گفته است که حکم دادگاه در نسبت آنها منصفانه است و خود او اعتراضی ندارد. این در حالی است که خانواده‌های محکوم شدگان حکم دادگاه در مورد نزدیکان خود را غیر منصفانه می‌دانند. پرونده 13 ساکن نورک ماه آگوست سال گذشته به اتهام آویختن پرچم گروه دولت اسلامی در درآمدگاه این شهر بازداشت شدند. در اواخر ماه انور برای بررسی به دادگاه ولایت ختلان فرستاده شده بود. اینها اکثرا مردای عائله‌دار بوده، جوانترینشان 21 سال و بزرگترینشان 74 سال دارد. دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان گفته است این شهروند تاجیکستان پنجشنبه 18 فوریه در ناحیه لیلک دستگیر شد. با اطلاع منبع بازداشت شدن نزدیک 19 تن متل آلومینی را بیرون از گذرگاه گمرکی به طور قاچاق وارد خاک قرقیزستان کرده است. خدمات مرزبانی قرقیزستان میگوید این نفر هیچ سند برای انتقال آلومینی نداشته است، اما این قاچاقگر چگونه از حدود تاجیکستان با 19 تن بار متل آلومینی سرحد عبور کرده به قرقیزستان گذشته است و در این کار به او کی کمک کرده است تا به حال کسی شرح نداده است. طبق رسانه‌های خبری روسی در روسیه یک گروه نشجلابان را بازداشت کردند که بعضی از آنها شهروندان تاجیکستان میباشند. بنا به منبع از این گروه 5 کیلو هروئین مصادره کردند. دفتر مطبوعات خدمات فدرالی مبارزه با مواد مخدر روسیه به رسانه‌ها خبر داده است که ابتدا در عضو این گروه را بازداشت کردند که یکی از آنها شهروند تاجیکستان و نفر دومش ساکن ولایت چلیابینسک روسیه بوده است. از این نفران 200 گرم مواد مخدر
مصادره کردند. ضمن سنجش منزل این افراد 4 کیلو هروئین دریافت کردند. پس از این کارمندان مقامات یک شهروند دیگر تاجیکستان را نیز بازداشت کردند که گویا عضو این گروه باشد. از منزل اجاره او نیز 1 کیلو مواد مخدر دریافت و مصادره شده است. یکی از بازداشت شده ها داغ سودی داشته قبلا برای دزدی و غارتگری زندان شده بوده است. بینندگان گرامی، اکنون برایتان خبرهای کوتاه‌ترین و مهم جهان را پیشکش می‌نماییم. مفتیات قزاقستان در پی سنجش امام خطیبان و خادمان دین 156 نفر را از وظیفه سبکدوش کرده است. سریکبای حاجی آرز معاون مفتی قزاقستان گفته است در پی سنجش امتحانی 3032 نفر مطابق کمیسیه اتستاتسیا 233 خادم دین از اتستاتسیا نگذشتند. برای از اتستاتسیا نگذشتن دوره‌های بازآموزی تأسیس داده می شود، اما 156 نفر از وظیفه سبکدوش گردیدند. رسانه‌های قزاقی گفتند از خادمان دین اساساً طرز درست خواندن قرآن، تاریخ پیدایش رویه‌های دینی تا کدام حد آگاه بودند از زندگی محمد، ایمانداری دانستن کنستیتوسیا و قانون‌ها درباره فعالیت‌های دینی و کودکس مهنت پرسیده شده است. پس از حمله تروریستی در انقره 14 نفر بازداشت گردیدند. در این باره پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در رسانه‌های ترکی اطلاع داد، اما تا حال یگان گروه تروریستی مسئولیت این عمل را بر دوش نگرفته است. حمله تروریستی در انقره 17 فوریه رخ داد. ماشینی با مواد انفجاری مجهز که آن را تروریستی خودکش اداره می‌کرد ترکانیده شد. در نتیجه ترکیش 28 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 60 کس جراحت برداشت. صاحب ملک واقعی فرودگاه دمدید و دمیتری کامینشک با اتهام رعایت نکردن معیارها که باعث سر زدن حادثه تروریستی سال 2011 شده است بازداشت گردید. تفتیشات گفت که کامینشک به نسبت سیستم نوی سنجش در درآمدگاه فرودگاه که عملا باعث ضعیفتر شدن میزان بخطری در برابر تهدیدهای تروریستی شده است دست دارد. کشور همسایه قرقیزستان به شهروندان تاجیکستان که در دهات نزد مرز زندگی میکنند راه آسان دریافت شهروندی را پیشنهاد کرده است. برای دریافت شهروندی قرقیزستان تنها شناسنامه و سند جای استقامت کافی بوده است. پیشنهاد شهروندی دولتی همسایه در حال است که بسای مرزی بر سر زمین‌های اطراف دهه‌های جماعت چارکوی اسفره، دهات جماعت افچی قلچه و خیتسیورز جماعت باباجان غفورов به پایان نرسیده است و با وجود ملاقات‌های به مراتب جانبانه توانستند تا حال روند علامتگذاری مرز را به انجام رسانند. طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان شهروندان می توانند که برای انجام دادن مبادله اسعار به خزینه 121 تشکیلات قرضی، 434 فیلیالی آنها، 1265 مرکز خدمت رسانی بانکی و 1464 نقطه انتقال مبلغ مراجعت نمایند. از جمله در بازارهای شاه منصور، سلطانی کبیر، فراوان، بازارهای فروش یکلختی محصولات خوراکواری، فروشگاه مرکزی سوم، مرکز سودای صدبرگ برای انجام دادن عملیات مبادلوی 10 مرکز نوی خدمت رسانی بانکی امانت بانک، اوریون بانک، اگراینوست بانک، اسخطه و خوما تشکیل شدند و همه روزه به مردم خدمت می رسانند. روند تأسیس مرکز نوی خدمت رسانی بانکی ادامه داشته، تنها در یکونی ماه سال روان شماره فیلیال‌ها و مرکزهای خدمت رسانی بانکی تشکیلات قرضی 28 عدد زیاد شده است. کمیته نفتشکیل رشد محل را در بینای مصادره شده از زید سعیدov سیاستمدار و صاحبکار زندانی تاجیک جایگیر کردند. حالا بینای واقع در کوچه لایق شیرعلی 3 که قبلا مربوط به شرکت‌های زید سعیدov بود به کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت دادند. این بینای دوآشیانه در پهلوی مجموعه صاحبکاران زید سعیدov می باشد. با گفته نزدیکان زید سعیدov این بنا را ماه ژانویه 2016 با اتهام آن که غیرقانونی خریدند مصادره شده است. بنا را بیرون از پرونده های زید سعیدov مصادره کردند. مقامات به سود پیشنهاد کردند که بنا سال 2003 غیرقانونی از دولت خریده شده است و باید به فایده دولت مصادره شود. حالان که نزدیکان زید سعیدov میگویند این ادعای مقامات بهانه بیش نیست، زیرا بنا را آنها از دست دوم خریدند. با گفته آنها بنا را نفر دیگر از دولت خریده بوده است. نزدیکان زید سعیدov میگویند بنا را در حال بسیار خراب خریده بودند
میگویند برای تعمیر آن قریب 20 برابر زیادتر از نرخش مبلغ صرف کردند. کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت تاجیکستان که این بنا را از خود کرده است، آغاز سال 2015 تأسیس و ماه مارس همان سال قاسم راهبر رئیس این کمیته تعیین شد. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.